و یحلفون بالله انهم لمنکم، قسم یاد میکنه به الله متعال که یا از جمله شما است. در زبان میگه که ما مسلمان هستیم. این عجیب مردم است. و ما هم منکم، الله میگه یا از جمع شما نیست. چرا در دل باور نداره؟ ولکنهم قوم یفرقون، لیکن یا قومی هستند که میترسه از شما، از او خاطر ایمان ظاهر میکنه با زبانهای خود، لیکن در دل ایمان وجود نداره. از او خاطر یا منافق هستند. منافق امور میگه که نفاق خود پنهان کرده در قلب، عقیده به اسلام نداره، اما در زبان اسلام ظاهر میکنه. لو یجدون ملجأ، حالاتش بیان میکنه. این مردم ها ایمانی زبانیشان نشأت از قلب نکرده، از امو خاطر تلاش داره که از شما خود پنهان کنه، قطع شما در جهاد سهم نگیره. لو یجدون ملجأ، اگر یا پیدا میکردن ملجأ جای پناه را، قلاهای محکمه، او مغارات یا غارا را پیدا میکرد، او مدخلا یا سموچه و تونلا را پیدا، زیرزمینی ها را پیدا میکرد، لولوا الیه، روی خدا میگردانیدن به سوی اون امو جای پناه. و هم یجمحون، در حالی که یا میدویدن، یعنی مثل که یک اسب رسمانه کنده میکنه یک دفعه یاغی میشه. این منافقین از این جهادا هم همینطور میترسد، تلاش میکردن که در جای پناه به زودترین وقت خدا برسانه، اسب الا شده واره. همین رقم این مردم ها خود ترسوس. و منهم بعضی از یا من کسی از یلمزوکه فی صدقاتی، که عیب میلگانه تو را ای پیغمبر علیه السلام در تقسیم صدقات سری تو اعتراض میکنه. حرقوس نامش است، لقبش ذوالخویسره برش میگه. ذوالخویسره در موقعی که غنیمت پیغمبر علیه السلام تقسیم میکرد، از پیش سوال کرد که چی میگی در عمل ما، که چه قسم تقسیم کردم؟ نعوذ بالله گفت که در نظر ما تو عدالت نکردی، انک لم تعدل، تو عدالت نکردی. پیغمبر علیه السلام برش میگه ویلک، هلاک شوی تو، اذا لم اعدل، وقتی که من عدالت نکنم، خیر کی من یعدل اذا لم یعدل، کس که عدالت بکنه که وقتی من عدالت نکنم؟ ببین منافق چون که هوش و گوشش مکمل طرف مادیات است، امی حرکت در جهاد هم که شریک میشه به خاطر حصول غنیمت و گپا، آلی اگر برش نرسه دیگه تو دشمنش است. اصل ظالم توست. پیغمبر علیه السلام میگه که تو عدالت نکردی. چرا؟ به خاطری که به این داده نشده بود. الله میفرمه بعضی از یا کسانی است من یلمزوک فی صدقاتی، که عیب میلگانه بالای تو در مورد صدقات عیب میلگانه، کار تو را غلط معرفی میکنه. نعوذ بالله. آیت قرآن کریم دلیل بالای عزیز، هر کس که سری طریقه رسول الله عیب بلگونه منافق است. چی است بگوی؟ منافق است. لیکن اینجا ملاها پیدا میشه، میگه این دل پیدا شده و بیا استاد میشه مثل شتر که شاشه میکنه. نعوذ بالله. همینطور میگه نمیگه؟ استاد شدنی که به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است عیب میلگانه یا نه؟ یا عیب بالای کیست؟ رسول الله است. چرا که عملی کیست؟ رسول الله. دیگهش میگه رفع الیدین مثل دنبای از پاواره بالا کردن است. این بدبخت همی کم نمیفهمه و حدیث مسلمه که در وقت سلام دور دادن است. او اسب دو دم داره یا یک دم داره؟ رفع الیدین خود دو دست میشه، یک دست خود نمیشه. این بدبخت ها اینی قدر عیب سری کی میلگانه؟ سری عمل رسول الله صلی الله علیه. دیگه چی میگه؟ مثل گواره چی میزنه؟ چی میگه؟ صدا نه بوغ میزنه مثل گواره. آمین بالجره چی میگه؟ بوغی گو. آمین بالجره چی میگه؟ بوغی گو. عمل رسول الله را عیب میزنه نه؟ پس قرآن کریمی طور مردمان را منافقین معرفی کرده. چرا که سری عمل رسول الله کسی عیب تعن میگه، ای اتمن منافق است. قرآن کریم امیر معرفی میکنه. فإن اعطوا منها ردو، اگر داده شود برشان ای خوش هستند، و لم یعطوا منها، اگر از همین معلومات های دنیا برش داده نشود، اذا هم یسخطون، ناگهان خیلی به غضب می باشه که چیزی برش نرسیده. چرا؟ کسانی که کلی هم و غمش سری مادیات دنیا استوار است، فقط مادیات دنیا در نظرش است. اگر برش داده میشه خوش است، اگر داده نمیشه
باز دیگه خیلی چی است. پیغمبر علیه السلام میفرماید تعس عبد الدینار و عبد الدرهم، هلاک باشه عبد دینار و درهم و القطیفه و الخمیسه، بنده های چادر و چی بگوی پتوها، اذا این اعطیه اگر برش داده شوه چی میشه؟ رضیه، اگر برش داده شوه خوش است، و لم یعطه لم یرده، اگر برش داده نشوه قطعا راضی نیست. پیغمبر علیه السلام کسایی که مادیات به این پیمانه دنبالش میگرده یارا بنده چی گفته؟ دینار و درهم گفته. چرا که کلی هم و غم از یا طرف مادیات است و یا سر همی مادیات دنیا استوار باقی مانده. منافقین همی طور است. پس معلوم شد که کلی اعمالش به خاطر چی بوده؟ دنیا، نه به خاطر دین. عمل انسان به خاطر دین باشه نه به خاطر دنیا. این بسیار سخت گپ است که هم و غم دنیا باشه. اگر برات داده شوه خیلی خوش هستی، اگر داده نشوه باز تو را معرفی میکنه. بعضی مولوی صاحبا در بعضی مساجد دوستای ما سلفی که یک چیزی برشان میداد باز دیگه خب مدح میکرد، مدح میکرد یا نه؟ خب لیکن وقتی که برشان نداد حالی دیگه شروع میکنه اینطور معرفی کنه کافر مطلق بکشته که پرسان نکو. مسئله چی میشه؟ دکاندار هندو، دکاندار هندو را واقعش خبر داری؟ کدام ملا صاحب از هندو سودا میگرفت، قرضش زیاد شده بود، باز دسترش آمده بود که ملا صاحب بده اینی قدر پیسه گرفته ای. و گفت خب از من قرضم طلب میکنی؟ من قطعت کار دارم. سبا کی شد ده مسجد اعلان کده مردم هندو و آبی شده مردم دیگه سودا را قطع کرده بود. هندو شش روزا بیگاه میشه، یک نفر دور نمیخوره، سودا نمیگیره. آخر پرسان کرده که برادری چطور گپ است؟ سودای ما میشد. گفت تو یک کاری بد کردی، ملا صاحب اعلان کرده که تو آبی شده ای. بعد از او فهمیده ملا صاحب طلب کرده، گفتی قرضت کلش خط، آیندم که چیزی کار داری سر ما، خو لیکن مرا وابی معرفی نکن پس رفته مردم گفته هندو باز چی شده؟ هندو شده. از هندو کدم چیسته؟ وابی را این مردم بد میدانه. مردم شروع کرد. عالم هم طور هستن، اگر چیزی برش میدی خب تو را خب معرفی میکنه، اگر نمیدی بس دیگه اینطور چای تا بکنه که پرسان نکو. اینطوری این واقعات شما تجربه کرده الحمدلله. یک بولک جوانا با چشم سر دیده خو، با چشم سر، او شما هم تجربه میتونی خو. یک کیلو چای بویره را ببره، این تو دفاع از پیشتان بکنه که پرسان نکو. خب اگر نبردی باز میفهمی که خواری پنجم سرطان حلال میکنه یا نه میکنه. این گپا هست. الله رحم بکنه، الله از محبت مادیات دنیا آدم نگاه کنه. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، الله متعال میگه اگر این مردم خوش میشدن با آن چیزی که داده برشان الله متعال و رسول پیغمبر علیه السلام را تقسیم برشان جدا کرده، به مو راضی میشدن، کم بود زیاد بود در چی بود. و قالوا میگفتن حسبنا الله، کافیس برای ما الله، سیوتین الله، زود است که الله بر ما بده، من فضلی از احسان خود، و رسول پیغمبرش بر ما بده در وقت تقسیم غنیمت. انا الی الله راغبون، ما بسوی الله مایل هستیم، رغبت کننده هستیم، یعنی آن چیزی که از جانب الله بر ما داده میشه بالکل قناعت میکنیم. اینجا اگرچه برای در حق او مجاهدین بود که مسلمان ها همینطور بودن، هر چیزی که پیغمبر میداد بس راضی بودن. پیغمبر در یک موقع غنیمت کلی غنیمت به مهاجرین داد، به انصار اج نداد و برشان گفت که چی میگه انصار؟ انصار گفت که بالکل ما راضی استیم. چرا که به تقسیمی که رسول الله میکنه ما راضی استیم. خب لیکن اشاره به عام حالات هم است. کدام تقسیمی که الله در زندگی برات کرده بگو که الله تقسیم کرده، مثلش چیستم؟ کم یا زیاد؟ فقیر استی اگر دارنده استی به این تقسیم الله راضی شو. لیکن اینطور بگو که امی تقسیم الله کرده، امیدوار هستم که الله برام زیاد بده. اگر مال کم داده صحت خوب داده، اگر مال کم داده علم برم داده، اگر مال کم داده آبرو برم داده، اگر مال کم داده در روز آخرت حساب و کتابش کم است. الله متعال مرا پیش تا جنت میبره. این گپا کلش در نظر بگیره. انما الصدقات للفقراء والمساکین،
فعال برای دفع طعن منافقین، الله متعال مستحقین زکات ذکر میکنه که به کی داده شود. انما الصدقات، یقینا صدقات مراد از پیشش مال زکات است، للفقراء برای فقراست، والمساکین برای مسکیناست، والعاملین علیها برای کسایی که کارکنان هستند، علیها بالای امی صدقات، کسی که موظف است که صدقات جمع میکنه، والمؤلفت قلوبهم برای کسانی است که تالیف کرده میشه، در دست آورده میشه دلایشان، و فی الرقاب در آزاد ساختن برده ها و غلاما، والغارمین برای قرضدارا، و فی سبیل الله با کسی که در راه الله وقف کرده عمر خدا، و ابن السبیل برای کسایی که پسر راه است مسافرا، فریدتا من الله مقرر شده از جانب الله، مقدارش امی قسم تقسیمش از جانب الله مقرر شده. کس عقل جنگی اینجا نکنه که چرا نگویی، چرا در مسجد مصرف نشود، چرا در راه مصرف نشود، چرا نگویی، از جانب الله است. والله علیم، الله علیم است، میدانه مصلحت‌ها را که در کجا مصرف شود کجا نشود. حکیم، کل تقسیمات و حکمش بنابر مصلحت است. تو به عقل ناقصت نمیتونی چی بررسی بکنی که این خوب است این خراب است، الله میدانه. در اینجا الله متعال طایفه هایی که زکات برشان داده میشه او را بر ما ذکر کرده. اول طایفه فقراست. در تفسیر فقیر و مسکین در بین علما سخت اختلاف است، اما گپ اتفاقی است. در جایی که تنها فقیر باشه مسکین هم در مفهوم فقیر داخل است، در جایی که تنها مسکین باشه فقیر در مفهومی که مسکین داخل است، و جایی که هر دویشان یک جایی باشه مفهوم جداگانه داره. از همون خاطر در کلام عربی بعضی الفاظ همی طور اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، دو کلمه اگر جمع شوه بگه جدا میشن، یعنی مفهوم جداگانه میگیره. اگر افترقا جداگانه آمده باشه اجتمعا در یک مفهوم چی میشه؟ مسکین و فقیر میطور است. خب کی را میگه؟ علما مفسرین اختلاف داره. فقیر میگه کسی را میگه که چیزی نداره در بیگاه و سبای خود. مسکین او را میگه که یک چیزی فعلا قطعش وجود داره. بعضی برعکس میگه فقیر کسی را میگه که یک چیزی داره و مسکین کسی را میگه که چیزی نداره. او کسی فرق میکنه، فقیر او را میگه که سوال میکنه، مسکین او را میگه که او هم حاجتمند است، او هم لیکن او سوال نمیکنه. باز کسی عکسی از این میگیره، فقیر کسی است که سوال نمیکنه اما حاجتمند است، مسکین هم حاجتمند است اما سوال میکنه. لیکن بهترین تعریف برای مسکین در حدیث آمده. پیغمبر علیه السلام در یک حدیث میفرماید لیس المسکین الذی یطوف، نیست مسکینو کسی که چکر میزنه علی الناس بالای مردم، ترده اللقمه واللقمتان، که او را باز میگردانه یک لقمه یا چی دو لقمه، و تمرتو و تمرتان، یک خرما یا چند خرما دو خرما. ولكن المسکین الذی لا یجد غنى یغنیه، لیکن مسکینو کسی است که توانمندی را پیدا نمیکنه که را بے پروا بسازه، بے پروا شود. ولا تفتن بهی، دیگه آدم متوجه به این کرد نمیشه، چرا که حالت ظاهریش آدم نمیشناسه. فیتصدق بهی، که سرش صدقه شود. اینی را مسکین میگه. پس معلوم شد که مسکین در ظاهر کسی سرش گمان نمیکنه که مسکین است، حالان که هیچ چیزی را نداره که کفاف برای ازی شود. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام صدق یا زکات برای او کسی نمیداد که جور می بود، تیار می بود، چی توانمندی کار و روزگار می داشت، وسیله می داشت، او را نمیداد. در یک حدیث پیغمبر علیه السلام میگه که لا تحل الصدقه، صدقه حلال نیست لغنی، برای آدمی که مالدار است، ولا ذی مره سویه، نه برای کسی که صاحب چی است؟ وسایل است، یعنی سالم است اعضایش، میتونه که او کار و روزگار بکنه. یک دو نفر پیش پیغمبر علیه السلام آمد، چیزی را از پیش طلب کرد. پیغمبر علیه السلام برش گفت اگر خوش داری براتان میدم، اگر خوش داری براتان میدم، وگر نه ما با کسی که توانمندی کسب و کار باشه نمیدیم. یعنی منظوری رسول الله صلی الله علیه و آله بود کسی که در بیگاه و سبا داره و خودش اعضای سالم داره کار میتونه، بعد زکات پیغمبر میگه که برش نمیدیم، به کسی میدیم که هیچ چیز نداره. اینی را مسکین گفته میشه.
دیگه فقیر و مسکین فرقش تنها دیره است که بعضیش سوال میکنه بعضی نمیکنه، حاجت اردوش داره. علما اختلاف دی داره که فقیر پیش است یا مسکین. بعضی میگه که فقیر پیش است از مسکین که چرا در آیت ذکر شده. لیکن گپ است که حاجت و ضرورت اردو را در نظر بگی کدامش چقدر حاجت زیاد داره امور مقدم کن. عاملین همو مردم میگه که معذف میشه بالای جمعواری امی زکاتا. و اگر غنی هم باشه امی معاشش از امی مال زکات مقرر میشه، این عامل گفته میشه. مؤلفت القلوب کسی که دلش به دست میاری. او مردمای متنوع بود. بعضی طور مردم بود که جدید العهد به اسلام بود، ایمانش زیاد پخته نشده بود، برش داده میشد. پیغمبر علیه السلام صفوان ابن امیه را یک تعداد مردم را که در حنین از امی کلانای مشرکین رفته بود، 100 شتر برش داد. تا این قدر زیاده به خاطر که ایمانش قوی شود. بعضی تالی را اسلام ناورده بود، برش داده میشد که اسلام بیاره. بعضی اسلام آورده بود یا است که قریب العهد هم نبود، لیکن زود گپای دیگه کسا را قبول میکرد یا محبت به دنیا زیاد داشت. پیغمبر مال و متاع دنیا را کمی برش میداد تا که او پخته شود. یا را مؤلفت القلوب میگه. علما اختلاف دهی داره که آیا این طایفه فعلا موجود است یا از بین رفته. در زمان عمر رضی الله عنه گفت، او فرمود که ما به کسی مال نمیدیم. چرا الله عزت داده اسلام توسط شمشیر؟ ما ضرورت به این نداریم که پیسه را به کسی بدیم که تا اسلامش خوش شود. از او خاطر میگه این حکم منسوخ است. لیکن قول راجع است که این منسوخ نیست، بلکه در عصر حاضر هم همچون مردم پیدا میشه که تالیف قلبش بکنی. کسی را که سلفی میسازی اینطور نمیشه. یک روز میمانی کشه، یک روز یک جور کالا برش جور کو، دیگر روز یک کمی حالی خانه شه بگی باز بعد از او قطی خود رنگ کشه. رنگ خود میفهمی در کمپنی بیار که مشهور شود دیگه. حالی اگر نبودم میشه. از او خاطر این گپا اگر در عبدالعزام آوردی او نه، باز به مردم بگو که امروز فلانی را برده بودم، تصویرش هم بگی که او محکم شود دیگه. مذاق میکنم خو این را مذاق به خاطر میکنم که الحمدلله روی عقیده اخلاص و صداقتی که دوستا داره، الحمدلله به خاطر رضای الله احترام و اکرام هر برادر مسلمان ما میکنه. نیتشی نباشه که به این خاطر. البته اینمی کارم اگر میکنه به خاطر خیرخواهی از او میکنه که به عقیده حق برای حق او را دعوت بده و انشالله این اجر داره. الله ما و شما را در جمله مؤلفت القلوب شمار نکنه. الحمدلله ما ایمان عزت ماست، ضرورت به این نداریم که تالیف قلب برای ما باشه. خو خیر بعضی مردم ها کم کم ضرورت پیدا میکنه، ما باز باید بشناسیم تالیف قلبش بکنیم. و فر رقاب ده آزاد کردن چی هست؟ برده ها، غلاما. کسی که غلام است او را آزاد میکنی. بادارش گفته این قدر پول بیار، مکاتب غلام مکاتب برش میگه تو برش پول میدی تا که او آزاد شود. مفسرین کرام دو طایفه دیگر هم در این رقاب داخل کرده. اسیر مسلمانی که در بند کفار است و پول میخواه، پول زکات مکمل داده میتونه، یا یک کسی بناحق در بندی شده در هر جای که بندی است و او در مقابل پول میخواه، این پول زکات به این آدم داده میتونه. یا هم در جمله فر رقاب شامل است. چرا که آزاد کردن گردنا میشه. اونجا از غلامه از غلامیش گردنش آزاد میکردی که حر بگرده، اسیر مسلمان از چنگ کافر آزاد کو به خاطر که او چیست ذلیل نشود. دو سوم او کسایی که اختطاف میشه بیچاره و مرگ متوجه است، فامیلش بیچاره نداره امو قدر پول زکات برش بده تا که بره امو قریبی خود خلاص کنه. ای هم در جمله فی رقاب داخل است. والغارمین کسایی که قرض دار است. غارم قرض دو قسم است. یک قرضی که برای منافع شخصی خود تو کرده ای، توی در دمی را داری گرفتی قرضه، لیکن ای توی در رقاصا پیسه مصرف نکردی، ابی تو رادی توی کردی، این را منافع شخصی میگه. یا مثلا مریض داشتی بردی برای تداوی و علاج پول قرض کرده ای، یعنی تو رادم هم بری قرضدارم باید پول داده شود به خاطر که قرضدار هر لحظه خانه زیر تک تک کده رویسته. دوم قرضی که برای اصلاح ذات البین گرفته باشی. اصلاح ذات البین دو قسم است. یک قسم است که نزاع بین دو قوم و دو طایفه است و روی همین نزاع قریب است که در جنگ مبدل شود، یکی دیگه خود قتل کنه.
تو میروی در بین میگی چی نقصان است؟ اینی جای او قوم میگه از ماست، این میگه از ماست. خب قیمت این جای چی قدر است؟ اینی قدر خیر است. اینی قوم اینی جای بگیره، اینی قوم پیسه شما میدم، خود جنگ نکنه. این اصلاح ذات البین میگه. در اصلاح در این قسم قرض مصالح عامه را که کسی در دوش بگیره که من این را تکمیل میکنم، اما خود نمیتونه که او را به کمال برسانه، زکات برش داده میشه. یا کسی دوره تفسیر ما را در ذمه گرفت که ما این دوره تفسیر را پیش میبریم، اما موتر میگیره، خودش توانمندی پرداخت کرایه کلی موترها را نداره، میتونیم پول زکات با کسی که برگرداننده امی دوره تفسیر است برش بدیم. چرا که مصلحت عام است. یا کسی مسجد در دست گرفته آباد میکنه، پول خودش کافی نیست، پول در دست گرفته، کلینیک در دست گرفته، سربند آب، چا کندن، کل منافع عامه را اگر کسی در رأسش به ذمه خود گرفته و بعد از او عاجز میشه، پول زکات برش داده میشه. اما همونطور در مسجد جور کردن آدم داده نمیتونه که در مسجد یا در چیسته خیرات مرده در طوری گپا پول زکات داده نمیشه. و فی سبیل الله، و در راه الله. در راه الله دو طایفه است. یکی مجاهدین که به اسلحه جهاد میکنه، کل عمر خود وقف کرده، حفاظت سنگرها را میکنه، او را تو زکات میدی. چرا؟ به خاطر که او به سلا، نان، نفقه، اسباب زندگی نیاز داره. دوم کسی که راه دعوت و علم در پیش گرفته و کل عمر خود وقف کرده، برای ازوام زکات داده میشه. چرا؟ او فراگیری قرآن و حدیث میکنه، علمشه یا دعوت میکنه، از او خاطر تو اسباب معیشتش مهیا کو توسط زکات. یا چیز فی سبیل الله را میگه. بلکه بعضی اوقات از اونمو سنگر کده، مراکز تعلیمی خیلی نیاز پیدا میکنه به یکی سریزی مصارف شود، به خاطر که خیلی اهمیت داره یا مهم است. و ابن السبیل، و دیگه کسی که پسر را باشه، مراد از پیش مسافر است که در وطن غنی است، ملک، جایداد، پول، پیسه، شرکت، صنعت داره، اما امروز در کابل آمده، جیبش کیسه زده، بیچاره کرایه موتر نداره، میتونی زکات برش بدی. اینمی مصارف زکات شد. فریضه من الله، ای مقرر کرده شده از جانب الله است، هم مقدار نصاب، هم شرطایی که الله گذاشته و همی چیزی که الله برات میگه زکات بدی. والله علیم حکیم، الله علیم است، کل مصلحت را میدونه، حکیما بنا بر حکمت الله حکم خود روان میکنه. و منهم بعضی از منافقین الذین، کسانی است، یؤذون، کسانی است که اذیت میده النبی، پیغمبر علیه السلام، و یقولون، میگویه هو اذن، این خیلی خوش باور است، هر سخنی ما را باور میکنه، هر سخنی ما را گوش میگیره. قل بگوی پیغمبر علیه السلام، اذن خیر لکم، باور کننده گپای نیکی شماست یا شنونده گپای نیکی شماست. یؤمن بالله، عقیده به الله داره، و یؤمن للمؤمنین، باور میپذیره سخن مؤمنا را، باور داره به سخن مؤمنا. و رحمت، سبب رحمت است، للذین، برای کسانی که آمنو و مؤمن هستند، منکم، از جمع شما. والذین، کسانی که یؤذون رسول الله، اذیت میده پیغمبر الله را، لهم عذاب الیم، برایشان عذابی دردناک است. دیگه عمل قبیح منافقین الله در اینجا بیان میکنه. پیش ما گفته بودیم جزیات، صفات جزئی که در این منافقین موجود است، الله برای ما تشریح میکنه تا که یک ما اینطور صفات را در خود دیده نتانیم، نشوه که کدام وقت نعوذ بالله همچون صفتای ناشایسته در ما پیدا شوه و ما صفت منافق در ما دیده شوه. چرا؟ اگر کسی یک صفت منافق هم درش دیده شد، چی میشه؟ منافق گفته میشه، اگرچه منافق اعتقادی نه، عملی گفته میشه در بعضی صورت ها. در اینجا نبتل ابن حارس یک منافق بود، او میگفت که عجیب است، پیغمبر علیه السلام بسیار خوش باور است، رفیقای خدا میگفت هر رقم ریشخند که زده میتونه بزنه، باز پسان بری با پیغمبر گپ بزنه، یک قدر زود باور میکنه که پرسان نکو، شیطانتی خدا بکنه، فساد خدا بکنه، پیغمبر روزی بکنه. چقدر معامله خوب. ما میتونیم که هر نوع نعوذ بالله استهزاء بدین بکنیم. الله متعالی آیاتها را روان کرد و ایره فرمود و منهم، بعضی از این مردما، الذین، مردمایی است، یؤذون النبی، که اذیت میده پیغمبر علیه السلام. اذیت پیغمبر مختلف است.
گاهی به طریق این گفتارش است که گفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی نکنی؟ وقتی پیغمبر را ضایع کنی، بهانه های غلط بکنی، نعوذ بالله توجیه کنی گپای تا. اینی هم از جمله دادن اذیت پیغمبر است. مثل که اذیت پیغمبر در مورد شخصش میشه، در مورد ازواج مطهرات میشه، در مورد صحابه شام میشه و در مورد سخنا و عملکرد رسول الله میشه. یکی از جمله اذیت های نمیسته که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم منفور مردم قرار بگیره و این موضوع برمیگرده به علما که کدام سنت های پیغمبر هست او را به مردم بعد قبلا معرفی بکنه که در قلب مردم نفرت امرای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم موجود نباشه. اگر این بیان نکرد در این گناه او آدم شریک است. و یقولون میگوید هو اوذن، این خیلی خوش باور است، هر جنایت بیرون بکو ولیکن این را راضی میتانی خلاص. چرا که خوش باور است. قل به پیغمبر علیه السلام اوذن خیر لکم، پیغمبر شما و شیطان فاسق نیست، باور داره به سخن مردم. البرء یقیس علی نفسه، هر انسان سر خود قیاس میکنه. اگر خودش غدار است، دروغگوی است، چاپلوس است، نعوذ بالله فریبکار است، دیگه مردم هم اینطور فکر میکنه که این رقم است. از همون خاطر از همین شیوه همیشه کار میگیره و رفتار میکنه. لیکن انسان سر خود کس قیاس نکنه. هر کس به خود صفات جداگانه، خوی خصلت جداگانه داره. دیگه از او خاطر پیغمبر علیه السلام اوزون خیرتان است، یعنی باور گپای نیکتان میکنه، گپای نیک شما را میپذیره. بد شما را الله پیغمبر آگاه میکنه که سبب بدبختیش است، بدبختیش میشه. چرا که پیغمبر علیه السلام آگاه شوه او آدم نفاقش هویدا و معلوم دار جور میشه. یؤمن بالله، عقیده به الله داره، و یؤمن للمؤمنین، عقیده به الله داره که شما را جزا میده، باطن شما را به الله میسپاره. و یؤمن للمؤمنین، میپذیره برای مؤمنا، یعنی سخنای مؤمنا را بالکل گوش میگیره، قابل قدر میدانه. و رحمت للذین آمنوا منکم، رحمت است برای کسانی که ایمان آورده از شما، اهل کتاب. کسی که از شما کسی ایمان آورده، پیغمبر سبب رحمت است. نه تنها به اهل کتاب، هر کسی که دین اسلام پذیرفته، پیغمبر علیه السلام ذریعه رحمت ازی گشته. به ما ذریعه رحمت گشته پیغمبر. چرا؟ دین و عقیده صحیح توحید برای ما چی کرده؟ بگوی تفسیر و تشریح کرده.